دیگه راجع بهش صحبت کردیم و برای خود چاره‌گری اصلا یعنی اندیشیدن در برابر چیزایی که اندیشیدن در مورد چیزایی که فکر می‌کنی راه حلن، راهکارن و فکر می‌کنی به وسیله اونها می‌تونی گره‌ای رو باز کنی. حالا حداقل دید ما اینه که فکر می‌کنیم گره‌ها از همین هم‌اندیشی‌ها، تعاطی نظر، تضارب آرا از این مسیر به هر حال جامعه رشد می‌کنه. وگرنه در فضای بسته و ایزوله جامعه رشد نمی‌کنه. در همین فضایی که آدم‌ها همدیگه رو تحمل می‌کنن، رواداری دارن. از داری راجع به دیدگاه‌های ملی، راجع به مسائل ملی دیدگاهتون گفتید و راجع به بحث مسکن شنیدیم بیشتر. حالا برای اینکه ملموس‌تر بشه تعریف‌های ما، یا به قول اساتید روش تحقیق میگن که به خاطر اینکه بتونیم معرف‌های بهتری، مصداق‌های بهتری بدیم از صحبت‌ها، بیاین راجع به حوزه بومی خودمون صحبت کنیم، بیاین راجع به سیرجان صحبت کنیم. من فکر کنم این بخشی که از اون پیش مقدمه‌ای که من و شما برگزار کردیم تا به امروز مقداری راجع بهش جست گریخته اشاراتی شده ولی کمتر صحبت شده. حالا شما بفرمایید که الان چه نقطه ضعفایی رو در سیرجان می‌بینید؟ گره کار رو در سیرجان در حوزه مسکن کارگری چه چیزایی می‌بینید؟ اگر بخوایم به صورت تخصصی نسبت به مسکن کارگری صحبت کنیم، باید صحبتی رو بکنیم که حتما یک پشتوانه حقوقی داشته باشیم. ما اصل 31 رو گفتیم، اصل 43 قانون هم گفتیم که اصل 43 یکی از مترقی ترین اصول قانون یکی از اصول مترقی قانون اساسی است. ناظر به اصل 43 و 31 قانون اساسی بخوایم تخصصی بگیم، در اصل 31 قانون اساسی قانونگذار کسانی که قانون اساسی رو نوشتن، بله، و تمامی دولت ها هم موظفن که چه کار بکنن؟ قانون اساسی رو اجرا بکنن. آقای پزشکیان در مناظرات و مثال انتخاباتشون گفتن آقا ما که نباید برنامه داشته باشیم، ما میاییم و همون برنامه توسعه هفتم رو اجرا میکنیم. بله. اما با صحبت‌های خانم وزیر این اراده بعید اصلا حداقل اینه که چیزی به جامعه داره این صحبت‌ها متبادر میکنه به اذهان مردم، اینه که این اراده برای انجام این کارها نیست. ناظر بر این اصل‌ها، یک ماده مشخص شده ای داریم در قوانین کار، در حقوق کار، ماده 349 قانون کار. ناظر بر اصول قانون اساسی باز بگیم، یعنی میخوام بگم که حرف ما پشتوانه حقوقی دارد، یه چیزی از خودمون در نیاوردیم بگیم. میگه کارفرمایان با همکاری دولت. بله. اصل 31 هم میگه دولت موظف است، پس تکلیفه. کارفرمایان با همکاری دولت نسبت به ساخت مسکن‌های کارگری در جوار کارگاه یا در جای مناسبی برای کارگران اقدام نمایند. ببینید چرا اینقدر ما میگیم کارگران، یا من اصلا با این دوگانه‌های اجتماعی ساختن اینا رو واقعا یعنی اینکه میون مردم بیاییم دیوارهایی رو با الفاظ بکشیم، حقیقتا در شأن ملت هم نمیبینم. اینکه آقا آسیب پذیر غیر آسیب پذیر، بحث مسکن برای همه اقشار لازم تامین شه. دولت باید تسهیل بکنه. اینجا در رابطه با کارگرا اومده بلکه یه تأکید مؤکدی هم کنه در قوانین خاص. اومده گفته آقا باید کارفرمایان با همکاری دولت بیان اقدام کنن. حالا شما میفرمایید، شما خیلی کلی نگرید، به صورت کلی میگی سیرجان شهر کارگریه و شرکت های بزرگی هم تو زمینه فولاد داریم، تو چیزای دیگه داریم. اینها یه سری کارها کردن، اما وقتی که میخوایم یه شهری رو آیه ادبی بیایم اقدامی میکنیم برای اینکه شهری رو بیاییم صنعتیش بکنیم، باید تبعات صنعتی شدن رو مورد مطالعه قرار بدیم. بله. چرا؟ چون بخشی از جامعه اون شهرستان، جامعه بکر اون شهرستان ارتباطی ممکنه با صنعتی شدن نداشته باشه، اصلا با ابعاد صنعتی شدن هیچ ارتباطی برقرار نکنه، ولی آثار صنعتی شدن به لایه های جامعه شهر چیکار کرده؟ نفوذ کرده. اونم آسیب میبینن. بله. پس ایجاد تکلیف میکنه بر کارفرمایانی که میان کار صنعتی انجام میدن، 10,000 20,000 30,000 5,000